بعدها ز یهودی رب قیصریه و یه مدت اچومند. هیرودیس به مردم سور و سیدون قصب کرد بی و اونا که خورد و خوراکشون ز بلات هیرودیس وی همه با یک ردن تیس و اجازه خواستن که ببیننش. اونا بلاستوس پیشکار مسخوص شان و همدست خودشون کردن و ز هیرودیس خواستن که واسون صلح کنه. من اون روزی که واس که شانه ببینن، هیرودیس خواه شاهونس کرد ببر و نشست سر تخت و سیسون حرف زد. مردم چرنیدن یه صدا یکی ز خدایله، نه صدا آدمی زال. و هم حمد و ثنا خدا نگل و هشت مردم خس عبادت کنن. په همو آن ملاک خدا زیدست و چونه کرن رس بلاشست که مرد. اما کلام خدا به همه جا رسی و پشخ بی. برنابا و سولس کارسونه که انجام دادن ز اورشلیم برگشتن و یوحنانی که بس مرقس همه گودن بابا خودشون آوردن.